پرنده همای سعادت چیه؟ چند وقته که کل فضای اینترنت پر شده از خبری که راجع به پیدا شدن همای سعادت در ارتفاعات ایرانه و کل سایت ها و پیج هایی که من دیدم فقط دو تا چیز میگن. اینکه این پرنده استخوان‌خواره و اون رو از زمان باستان هوشیار میدونن و من اومدم تا توی کمتر از 1 دقیقه راجع بهش توضیح بدم. پس بزن بریم. هما در طول سال یه جا میمونه و هر فصل فقط 1 یا 2 تخم میذاره. 70 تا 90% رژیم غذایی این پرنده رو استخوان تشکیل میده که به همین خاطر اون رو به بی‌آزار بودن میشناسن. این پرنده در کوههای بلند جنوب اروپا، قفقاز، آمریکا، شبه‌قاره هند و تبت زندگی میکنه و تولید مثل. این پرنده توی زمستان تخم میذاره و توی بهار جوجه میشن. پس اشتباه نکنین، جوجه ها رو آخر پاییز نمیشمارن. اما در ارتفاعی بین 300 تا 4500 متر بالاتر از سطح دریا زندگی میکنه و اغلب در جاهای